تو غربت که باشی برای خیلی از چیزا تو ایران دلت تنگ میشه. یکی از چیزایی که شمالیا خیلی دوست دارن و جز واجباتشونه و چاشنی اصلی غذاهاشونه ماهیشور اشبلشوره. همسرجان مدت‌ها بود که دنبال اشبل میگشت و اشبل پیدا نمیکرد. امروز یکی از همکارا براش این اشبلا رو پیدا کرده. البته خیلی اینجوری این دونه‌هاش درشت نیستن، ولی خب دیگه میگن کاچی به از هیچی، یه همچین چیزی میگن و دقیقا الان همین اتفاق افتاده. ببینیم چه جوریه. نمک و روناس رو با هم قاطی کرده. زیر سطر یه لایه روزنامه گذاشت که رطوبت و روزنامه به خودش بگیره. بعد کف سطر رو کامل این نمک درشت و با روناس رو ریخت. بعدش روش اشبلا را ردیف به ردیف میچینه. همینطور ردیف به ردیف چید و اومد بالا. این الان ردیف آخرش. هر لایه کاملا باید با نمک و روناسی که باهاش قاطی شده کلا پوشونده بشه. ببینید در انتها هم وقتی که نمک و روناس کاملا روی اشبلا رو پوشون، مجدد یه لایه دیگه نه کاغذ میذاره. کاملا کاغذ رو گذاشت روش، سرش هم میبنده، میذاره یه جای گرم و تاریک برای 2-3 ماه آینده.